وقت بخیر دوستان، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. وایت لیست چند تا از پروژه ها رو میخوام بهتون توضیح بدم، همراه من باشید. ممنون میشم چند ثانیه وقت بذارید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برامون یک کامنت بذارید. تقریبا 3 هفته پیش بود من یه توییت زدم، یعنی از زمانی که نتمون وصل شد و یه سری پروژه ها رو بهتون معرفی کردم که خب تعدادشون مینت شده. از بین اینا 2 تا از پروژه ها رو میتونید پیگیر باشید برای گرفتن وایت لیستشون. یکی پروژه جاستونز هست. حالا من اینجا زدم اون زمان نوشته بودم 888 تا ساپلای، ولی مثل اینکه ساپلایش رو گفتن 2222 تا، البته باید رسما اعلام بشه. خب این پروژه رو کاری که باید براش انجام بدید اینه که براش باید میم درست کنید. میم هم یعنی خب یه طرح جالب و خنده‌دار با توجه به سلیقه پروژه. توی این پروژه ممکنه یه نفر فقط 3 تا میم درست کنه یا مثلا 5 تا میم درست کنه بتونه وایت لیستش رو بگیره، یا نه یه نفر دیگه مجبور باشه 20 تا میم بزنه تا خلاصه وایت لیست رو بگیره. این بستگی داره به اینکه شما چقدر خوش شانس باشید و اینکه این تیم این پروژه از اون میمی که شما درست کردید چقدر خوشش بیاد. و واقعا هم هیچ معیاری ندارن. توصیه‌ای که براتون دارم اینه که اگر تو این پروژه هستید و تا حالا میم درست کردید براش بازم ادامه بدید، حتما که وایت لیستش رو بگیرید. بچه‌هایی هم که شروع نکردید فعلا ددلاین مشخص نکردن که زمان مینتش کی هست، پس میتونید شروع کنید به میم درست کردن برای این پروژه. حالا اینکه میم چجوری هست و نیست، میتونید همین ریتوییت هایی که زده رو نگاه کنید که هم ببینید میما رو چیکار کردن و هم با سلیقه تیم آشنا بشید. پروژه بعدی همین اوریجینال بلاکیز هست که توییترش میشه این. دوستانی که دارید تو این پروژه فعالیت میکنید، براش فن آرت درست میکنید، پروژه خوبیه، ادامه بدید، ولی حتما باید حواستون به دیسکوردش هم باشه. دیسکوردش اینه بچه‌ها، لینکش رو براتون توی کانال تلگرام و قسمت کامنت های این ویدیو گذاشتم. چون ما پیجمون جدیده نمیتونم فعلا لینک بذارم تا قسمت توضیحات، تا یکم جلوتر بریم بعد. خب وارد دیسکوردش بشید. اگه کار کردن با دیسکورد رو یک کوچولو بلدید و نمیدونید کانال های توی دیسکورد قسمت هایی که هست چی به چی، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. من طوری بهتون یاد دادم که یاد بگیرید. حتما این ویدیو رو نگاه کنید. خب بعد از اینکه وارد دیسکورد شدید و همینطوری که میدونید باید وریفای کنید تا این دسترسی به این چنل ها براتون باز بشه، بیایید وارد چنل رولز بشید. بعد بیاید این بالای بالا اینجا رول ها رو براتون گذاشته که میگه کسی که تازه وارد میشه این رول رو داره. بعد وقتی فعالیت میکنه لول آپ میشه، یکی یکی رول هاش میاد بالا. سعی کنید توی پروژه های خوب حتما وایت لیست GTD یعنی وایت لیست تضمینی بگیرید که زمانی که میخواید مینت کنید خیالتون راحت باشه، یه جای خالی برای شما هست. و توییت هایی که زدید، فن آرت هایی که برای این پروژه درست میکنید، ببینید این پروژه هم اینطوری نیستش که یکی دو تا فن آرت براش درست کنید و بعد ناامید بشید بگید چرا پروژه به من وایت لیست نداده. نه، چیزی که من چک کردم اینه که این پروژه دوست داره که شما فعالیت مدام و پیوسته داشته باشید، هم در توییتر و هم در دیسکورد. توی چنل جنرال چت در طول روز تایم هایی که وقت داری یکم بیاید اینجا چت کنید، مخصوصا زمان هایی که مادریتور ادمین هستن. یعنی به محض اینکه اینا رو توی چت میبینید یکم حتما ریپلای کنید، باهاشون صحبت کنید که متوجه اکانت شما بشن، شما رو بشناسن. توییت هایی که زدید اینجا، اگر یه چیزی اینجا بهتون یاد بدم، اینجا اگر میبینید همه این چنل ها رو ندارید حتما دستتون به این خورده بسته شده، اینو بزنید که این کشوش کامل باز بشه. توی چنل پروف آف کانتریبیوشن لینک توییت هایی که زدید رو حتما بذارید. و بعد من دیدم اینا میان ادمین رو هم تگ میکنن، مثلا الان این ادمینش باشه، ببینید میان یوزرنیمش رو اینجوری کپی میکنن و بعد اون لینک توییتتون رو که اینجا گذاشتید یه ادساین بذارید، کنترل وی بیاید روش اینا انتخاب کنید. نه اینکه حالا حتما لازم باشه این کار رو انجام بدید، ولی خب اینو بلد باشید که اگه دیدید آرت خیلی خفنی زدید این کار کنید که حتما آرت شما رو ببینن. تو قسمت میمن آرت هم میتونید عکس اون حالا آرت یا میمی که درست کردید رو اینجا بذارید، ولی توصیه میکنم قبلش حتما بیاید توییتش رو بزنید، خب بعد بیاید اینجا اسکرین بذارید که اینجوری نباشه یه نفر بیاد آرت شما رو بدزده بره توییت بزنه بعد بیاد اینجا بذاره ها. حواستون باشه. چنل بات کامنتسش کار نمیکنه، حواستون به چنل گیم هم باشه که اگه بازی چیزی گذاشتن شرکت کنید. حالا تو بعضی از پروژه ها توی بازی ها رول میدن، بعضی ها وایت لیست میدن، بعد اینجا ببینید که برنامهشون چیه.
بریم سراغ توییتی که در رابطه با آپکامینگ پروژه براتون گذاشته بودم. خب ببینید این توییت بود که من چند روز پیش این آپکامینگ ها رو بهتون معرفی کرده بودم. نکته که شما باید بلد باشید اینه که از تمام این پروژه هایی که توی آپکامینگ ها معرفی میشه نمیشه وایت لیست گرفت، چون همه پروژه ها که نمیان به وایت لیست درست کردن و میم و آرت و اینا میخوان وایت لیست بدن. یه سری از پروژه ها میان وایت لیستشون رو توی کلاب ها میدن و شما وقتی میبینید یه پروژه هایپ شده و توی توییتر دارن کلی ازش گیو اویز میذارن، حتما شرکت کنید. چجوری میتونید این پروژه ها رو، این گیو اویز ها رو پیدا کنید؟ برای مثال همین پروژه هایپ، خب من میخوام وایت لیستش رو بگیرم و میبینم توی توییترم ازش گیو اویز زیاد گذاشتم، میام اینجا آیدیش رو کپی میکنم، توی توییتر سرچش میکنم. بچه‌هایی که کار با توییتر رو بلد نیستید براتون ویدیوشو ضبط کردم، حتما میذاریم. خب بعد تو قسمت همین تاپ که اینا رو تو همون ویدیو قشنگ توضیح دادم بهتون، بیاید نگاه میکنید ببینید که کیا ازش گیو اویز گذاشتن. حواستون باشه که این گیو اویز چه تاریخی گذاشته شده، که امروز چندمه، که آیا وقت داره یا نه، و اینکه دوریشنش چقدره، که از این زمانی که گذاشته و ساعتی که گذاشته آیا زمانش تموم شده یا نه، که اگه زمانش گذشته برید سراغ یه گیو اویز دیگه. خب الان همین پروژه هایپ یه فرصت وایت لیست گذاشته که همین 1 ساعت پیش هم توییتشو زد و چه خوب که به ویدیوی من رسید که توی این کوئستی که گذاشته میخواد وایت لیست جی تی دی بده. جی تی دی یعنی وایت لیست تضمینی. روش بزنید. بعد بیاید، من اینجا یه دونه تسک دیده بودم، اینو بچه‌ها اینجا روش وایسید، اینو میاره. این آخری رو بزنید که مربوط به جی تی دی میشه. اینجا اینایی که روشن هستن رو انتخاب کنید. بعد اینجا یوزرنیم آیدی توییترتون رو وارد کنید. خب بعد رو کانفرم بزنید. این قسمت لایک و ریتوییت و کامنته، ولی دقت کنید این بالا نوشته که لایک کنید و توییتش رو کوات کنید و اینکه با یه آرت یا ویدئویی و یه کامنت بذارید. بعد نگاه کنید دیگه بهترین ها انتخاب میشن برای جی تی دی. مشخص هم نکرده بود چند تا میخواد جی تی دی بده دیگه، نه هیچی نگفته بود. اینم اکثر یه دی ان ای. بچه هایی که میخواید وایت لیست بگیرید، چه با نقاشی چه با دیجیتال آرت، ببینید این آرتی هستش که حالا برای مربوط به این پروژه میشه، یا میتونید براش میم درست کنید، همه رو انجام بدید. به من بارها تاکید کردم، گفتم چند تا اکانت توییتر داشته باشید که اینجور جاها به دردتون میخوره. میتونید الان چند مدل فن آرت درست کنید، هر کدوم رو با یک اکانتتون بزنید که حداقل بتونید یکی یا چه بهتر چند تا وایت لیست برنده بشید. خب بیاید همینجا کاری که انجام بدید، ببینید اینجا کوات نذاشته، میبینید ریتوییت گذاشته. چیکار کنید؟ اینو وقتی که زدید باز شد، یه توییت رو هم میتونید ریتوییتش رو بزنید، هم میتونید کواتش رو بزنید. خب این رو بعد از اینکه ریتوییت زدید میتونید بیاید اینجا رو قسمت کوات، اینجا هم متنتون رو بنویسید که حالا فن آرتی یا آرت ورک درست کردید، هرچی. از این قسمت هم میتونید عکستون رو انتخاب کنید دیگه که اینجوری بتونید انجام بدید. و بعد حتما اون فن آرتی رو که درست کردید لینکش رو بیارید این پایین براشون کامنت بذارید. حالا این قسمت هم که گفته کامنت بذارید، ببینید مثلا اینا اومدن آدرس ولت، مثلا اینکه آدرس ولت گذاشته درست نیستش، بیاین یه چیز در مورد پروژه بنویسید، یه چیز خوب بنویسید. خب بریم سراغ پروژه بعد. بیایم همینجا. اینو میخواستم بهتون بگم بگیرید که دیگه مینتش نزدیک هیچی. این پروژه هم اینجا باز کردم، حال داشتید، حوصله داشتید براش یه فن آرت بزنید. شاید تا اون زمانی که ما بخوایم حالا مینتش رو انجام بدیم اینم هایپ بشه. 1111 تا هم بیشتر نیستش. یه پروژه دیگه هم که بخوام بهتون بگم بچه‌ها، این پروژه مومو بود. من قبلا هم گفته بودم اگر تو توییتر دیدید کسی گیو اویز برای این گذاشته، توی گیو اویز هاش حتما شرکت کنید. خب یه سری پروژه دیگه هم ارلی هستن که حالا باید ببینیم که چی میشه. یه توییت دیگه هم که براتون زدم، این پروژه هایی رو که بهتون معرفی کردم ارلی هستن، یعنی پروژه هایی که فعالیتشون رو تازه شروع کردن و جزئیات مینت و وایت لیست گرفتن و ایناشون فعلا مشخص نیست.
ولی بعضیاشون رو میشه یه کاری کرد. الان ببینید همین پروژه اول که 10,000 تا ساپلای هم داره، رو شبکه اتریوم هم هست. اینو وارد وبسایتش بشید، فالوش میکنید، آیدی توییترتون رو اینجا میذارید، بعد رو این که بزنید یه توییتی رو باز میکنه که این توییت رو میتونید لایک کنید، توییت بزنید، ولی ازتون میخواد که کواتش کنید. زمانی که میخواین کواتش کنید میتونید یه فنارت هم براش درست کنید. یه فنارت براش درست کنید، این شکلی بیاید کوات رو بزنید، این قسمت یه متن بنویسید در با فنارتتون، از این قسمت عکس فنارتتون رو انتخاب کنید و کوات بزنید. بعد لینک اون کواتی که زدید رو کپی کنید بیارید اینجا بذارید. اینجا هم که آدرس والتتون رو میذارید و سلام. این تو یه توییت دیگه هم زده 37 دقیقه پیش، هولدرای این کالکشن رو باهاشون مثل اینکه کلاب داره و به هولدراش قراره که وایت لیست بده، ولی من احتمال میدم که این FCFSش باشه، چون که نمیشه که به این همه هولدر GTT داد که. حالا باز حواستون باشه دیگه، اگه هولدر این پروژه ها هستید تو اون پروژه ها برید و ببینید که جریان این کلاب چجوریه. خب این هم آرت پروژه هست که میخواید براش فن آرت درست کنید. بریم سراغ پروژه بعد. بذار من اینا رو ببندم که هنگ نکنه لپتاپم. این هم جزو پروژه ارلیه که فعلا جزئیات وایت لیستش مشخص نیست. فالوش کنید و نوتیفیکیشنش هم فعال کنید، حواستون بهش باشه. اگر دیدید داره هایپ میشه، تیم داره وایت لیست میده، فن آرت میتونیم براش درست کنیم، انجام میدیم. اگه شد تو کانالم بهتون اطلاع میدم، اگه نه که فقط تو گیوویز ها شرکت کنید. در رابطه با این پروژه بچه، این پروژه داره هایپ میشه چون که این آرتیستش پارسال مثل یه کالکشنی لانچ کرده و ATH زده، خوب بوده، خلاصه که سابقه خوبی داره. الان همه دنبال این هستن که بتونن از این پروژه وایت لیست بگیرن. ببینید فعلا هم توی قسمت ریپلایز برای این اومده کامنت گذاشته. خب که این الان بچه همین، این برای این اکانتی که الان میبینید همینه، آرتیستش هست. خب توی توییتر یوزرنیمش رو سرچ کنید، همین آیدیش رو به همون روشی که بهتون یاد دادم و ببینید که با کیا کلاب گذاشته. ما هم اگه بتونیم حتما کلابش رو میذاریم. توی گیوویز هایی که گذاشتن شرکت کنید و سعی کنید از این پروژه وایت لیست رو بگیرید. البته هنوز جزئیات مینتش مشخص نیست. بریم سراغ پروژه بعد. اینم ارلیه ولی یه وبسایت داره و اینکه 6666 تا ساپلای داره. توی وبسایتش که اومدید سایتش باحاله. بک تو لب رو بزنید، بیاید اینجا فالو رو انجام بدید، لایک و کامنت میخواد نکن، بعد یکی یکی انجام بدید که مرحله بعد براتون باز بشه. شیر پسته و اینکه کامنت که بخواید آدرس والتون رو رجیستر کنید. اینو من فعلا نمیبینم که بخوایم براش فن آرت درست کنیم، ولی حواستون بهش باشه که اگه به فن آرت رسیدیم حتما انجام بدیم. اینم جزء پروژه ارلیه، فعلا جزئیاتش مشخص نیست ولی وبسایت داره. اینایی که میبینید این شکلی میان وبسایت میذارن و میگن که خب لایک کنید و یه توییتی رو میذارن برای ریپوست، اگر هم بخوان وایت لیست بدن، این وایت لیست ها میره توی FCFS، به درد ما نمیخوره ها. ما دنبال وایت لیست های GTD هستیم، وایت لیست های تضمینی. ببینید 2222 تا ساپلای داره. خب بریم سراغ پروژه بعد. اینو بچه‌ها منم اینو توییتش رو زدم ولی ساپلایش خیلی کمه. اون توییتی هم که من زدم از این قسمت بود که وارد اینجا میشید اگه بیاره. حالا اینو بزنید دیتا، اگه دوست داشتید یکیشو انتخاب کنید. من انجام دادم، به خدا این برام نمیاره. شما یکی یکی برید جلو، مراحلش رو میبینید که آیدی توییترتون رو وارد کنید، مثل همین چیزایی که تابل براتون توضیح دادم، آدرس والتتون رو بذارید و توییتش رو بزنید. همین بچه. من که احساس میکنم تو قسمت قبل یه توضیح من نصفه موند در رابطه با این پروژه. من تا اینجا بهتون گفتم، نمیدونم یادم نمیاد این بالا رو بهتون گفتم یا نه. آدرس ولتتون رو حتما براشون بذارید و این تسک رو تا انتها تمام کنید. حتما این کار رو انجام بدید و نصفه ول نکنید. خب دوستان ممنونم که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. سعی کردم پروژه خوب رو براتون توضیح بدم، ان شاءالله که بتونید از چند تاشون وایت لیست بگیرید. ممنون میشم وایت لیستایی که میگیرید رو برامون کامنت بذارید و توی توییتر و به اون بگید که از کدوم تونستید وایت لیست بگیرید و چقدر سود کردید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.